من خودم جزو شعارای همون نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران و از این داستانا بودم. از تیپ و ظاهرم هم کاملا مشخصه که من نه به جای وصلم نه چیزی، دارم مثل یه شهروند عادی صحبت می‌کنم. این نگرش من بود. ببین رسانه‌های واقعا میگم خارجی برای شستشو دادن مغز عالیان. به ما چی گفته بودن؟ سردار سلیمانی بله وقتی هم که آمریکا ایشون رو ترور کردن، من جزو کسانی بودم که واقعا بی تفاوت بودم. اصلا گفتم این کی هستن؟ الان میفهمم که چرا ایشون میگفتن که ما داریم توی سوریه عراق میجنگیم تا این جنگ وارد ایران نشه. من این روزا رو تو خوابم هم میدیدم، من باورم نمیشد. همینطور همین اسرائیلی که الان مظلوم نمایی میکنه، اوکی قبل جمهوری اسلامی تو چیکار میکردی؟ 1969 تو جولان چیکار میکردی؟ تو جنگ 6 روزه سوریه رو هم از خودت خطر دیدی؟ ببین کلا داره میاد این ور. الان این درختی که همین پایین هست قدمتش از آمریکا بیشتره. چرا ما باید تسلط منطقه رو تو دست نگیریم؟ آمریکایی که با 200 سال قدمت، آمریکا تو از اون سر قاره اومدی این سر چیکار میکنی؟ برو همون خلیج خوک‌ها بمون، همون اون ور این ور چیکار میکنی؟ اون ور اومدی دور تا دور ایران اومدی پایگاه زدی. بعد ما دنبال جنگیم. بعد تو این 200 سال تو یک بار بگو که ایران شروع کننده یک جنگی باشه.